ثابتی در مصاحبهش از عملکرد ساواک کلاً دفاع کردند. ایشون در واقع ساواک رو یک سازمانی دونستن که برای امنیت کشور لزوم داشته و کشور رو خطراتی تهدید میکرده که چنین سازمانی میتونست این خطرات رو دفع بکنه و اقداماتی که انجام داده در مجموع درست بوده، یا حداقل مواضعی که ایشون داشتن، اگر بعضی جاها ساواک اشتباهی کرده مواضع ایشون درست بوده. و در واقع هدف از این مصاحبه، خب حالا جنبه شخصیش به کنار که خب هر کسی حقشه، من البته بگم که شخصا از این که آقای ثابتی اومدن دارن خاطرات میگن، صحبت میکنن، خوشحالم و فکر میکنم این کار مثبتی است که وقتی فعالان سیاسی گذشته و امروز آنچه را که مشاهده کردن بیان کنن مثبته و به هر حال یک روایت دیگه است. ولی خب مهم اینه که در این روایت مسائلی قلب نشه یا به وارونه جلوه نشه که اون رو ما امروز مقداری صحبت میکنیم، وگرنه اینکه ایشون یک روایت دیگه‌ای دارن از شرایط با روایتی که مورد نظر ممکنه بنده باشه و در نکات دیگری تاکید داشته باشن ایراد نداره. ولی تاکید ایشون بر اینه که خب به هر حال ساواک خودشون و ساواک در مجموع در جهت به وجود آوردن شرایطی که بتونه امنیت کشور حفظ بشه از طریق قدرت، از طریق اعمال نیرو و باز شدن فضا، امکان حرکت پیدا کردن نیروهای دیگر رو علیه این می‌دیدن، در این مصاحبه صحبت کردن. بنابراین صحبت ایشون در مقام دفاع از یک سیستم استبدادی، از یک وزارت امنیتی که در این جهت عمل میکنه و خطراتی که باز شدن فضا در مقاطع مختلف ایران رو تهدید میکرده و در مواردی این خطرات به نظر ایشون رفع شده با قدرت، با مشت آهنین، و در مواردی هم که در این زمینه سستی نشون داده شده مثل انقلاب بهمن به انقلاب منجر شده. کسانی که از این مواضع دفاع می‌کنند طبیعتاً افرادی هستند که سیستم قبلی رو با همون شرایط و با همون سیستم میپسندند و مدت هاست که دارن رو این موضوع تبلیغ میکنند. در مقابل رژیم کنونی که خب مشکلاتی که به وجود آورده، آلترناتیو رو اونها رژیم گذشته ارائه میدن و بر امتیازات رژیم گذشته تکیه میکنن، بر این موضوع که در اون زمان آزادی‌های فردی زیر سوال نمیرفت، مردم میتونستن اونجور که میخوان لباس بپوشن، اونجور که میخوان رفتار بکنن، رژیم در این زمینه‌ها دخالت نمیکرد و کلاً سکوت میکنن در مقابل فشارهای سیاسی، اعمال فشار، دیکتاتوری، خشونتی که به کار میرفت، یا حداقل مثلا در این مصاحبه یا در سالهای اخیر حتی اون رو توجیه و توضیح میدن و ضرور میدونن که میگن خب ضرور بوده این کارها. خب طبیعتاً در گذشته ما، یعنی در کلاً ما نیروهایی داریم که هوادار رژیم پادشاهی هستند ولی در این حال از رژیم گذشته انتقاد میکنند و خودشون رو مدافع یک رژیم مشروطه، قانون اساسی مشروطه و یک رژیمی که در اون آزادی‌های سیاسی احزاب و آزاد باشن، بتونه آزادی سیاسی باشه، بتونه قدرت بچرخه، مطرح میکنن و طبیعتاً اونها نمیتونن از عملکرد و از ساواک دفاع بکنن و طبیعتا ناقد هستن و فکر میکنن اینها جنبه‌های منفی رژیم گذشته بوده که منجر به انقلاب شده. ولی متاسفانه در سالهای گذشته بخشی از هواداران رژیم پادشاهی از این ایده فاصله گرفتن و رژیم گذشته رو به همون شکل گذشته تایید میکنن و دفاعی هم که از این مصاحبه و از اقدامات ساواک میکنن در این چارچوب میکنن. اینکه هر کشوری نیازمند یک سازمان امنیت است حرف صحیحی است. این حرف آقای ثابتی حرف غلطی نیست. تمام کشورها سازمانی دارند که در مقابل خطراتی که کشور رو تهدید میکنه، در مقابل خطراتی که از خارج تهدید میکنه، از داخل ممکنه تهدید بکنه و امنیت کشور رو به خطر بندازه، اینها کار بکنن و مانع از این اقدامات بشن. ولی خب در کشورهای اروپایی یا در کشورهای دموکراتیک مسئله اون سازمان امنیت حافظ سیستمیه که وجود داره و در یک کشور دیکتاتوری طبیعتاً حافظ سیستم دیکتاتوری است. در کشوری که احزاب آزادن، نقد آزاد، نیروها میتونن ایده هاشون رو مطرح بکنن، نیروها میتونن در احزاب متشکل بشن، سازمان های مدنی، تشکل ها، سندیکا ها آزادن،
طبیعتا این سازمان وظیفه‌ای در این زمینه‌ها نداره، بلکه وظیفش در زمینه مثلا مبارزه با تروریسم، وظیفش در جهت مبارزه با خطراتی که ممکن است خارج کشور را تهدید بکنه. ولی در کشورهایی مثل ایران، چه در گذشته در دوران رژیم پهلوی، چه امروز، چه در سایر رژیم‌های دیکتاتوری، در رژیم‌های مثلا در دوران استالین یا رژیم صدام در بعثی عراق و غیره، این کشور به دلیل اینکه سیستم بر این اساس بنیاد شده که از طریق رعب و از طریق اعمال ترس و از طریق سرکوب خودش رو حفظ بکنه و نیروی مخالف رو نمیپذیره، آزادی سیاسی رو مقایل نیست و اینها رو سرکوب میکنه، طبیعتا ساواک کلا وظایف دیگه‌ای به عهده میگیره. یعنی وظیفش در مقابل خطراتی نیست که جامعه رو تهدید میکنه، بلکه وظیفش در مقابل خطراتی که حکومت دیکتاتوری رو تهدید میکنه. یعنی در اینجا وظیفه سرکوب رو بر عهده میگیره و کارش در زمینه داخلی در واقع در این جهته و طبیعتا این دوتا اصلا کاملا ماهیتا با هم فرق دارن و دوتا سیستم کاملا متفاوت هستن. در مورد ساواک چند تا اتفاق هم افتاد. اولین موضوع اینه که وقتی ساواک تشکیل شد، این موضوع که یه مقداری دفاع بکنه از سیستم باز و بحث‌هایی در کشور مطرح بود در اواخر دهه 30، در اوایل دهه 40 که کشور بره به سمت آزادی، به سمت به اصطلاح باز شدن فضا. و به هر حال در سالهای 20 تا 32 فضا باز بود در جامعه ما. بعد از 32 بود که کودتای 28 مرداد بود که حالت بسته به وجود اومد و احزاب بزرگ مثل جبهه ملی، حزب توده و غیره ممنوع شدن و یه سری تشکل‌های توده‌ای مثل سندیکاها و دیگران تحت فشار قرار گرفتن. ولی در عین حال این ایده که ما برگردیم به شرایط باز وجود داشت و حتی در درون ساواک هم در دوره آقای پاکروان این بحث مطرح شده بود. ولی آقای ثابتی خودشون مطرح میکنن که ایشون کاملا مایل به سیستمی بودن که در جامعه ایران مطرح شد و ساواک هم در این جهت سوق گرفت و کاملا در جهت یک دفاع از یک سیستم استبدادی سازمان یافت و شکل گرفت. علاوه بر این در درون ساواک در همون سالها و بعد در اوایل دهه 40 هم این بحث مطرح بود تحت عنوان سازمان سیستم موساد یا سیستم CIA. در سیستم مثلا CIA در یه سری کشورها سازمان‌های امنیت وظیفه‌شون اطلاعاته، یعنی اطلاعات جمع آوری میکنن و به ارگان‌های مربوطه ارائه میدن. مثلا در آمریکا به FBI ارائه میدن یا به سازمان‌های دیگه در زمینه‌هایی که اونا وظیفه‌شون هست. ولی در این مطرح بود که ما در زمینه موساد سازمان هم اطلاعات جمع میکنه، هم عمل میکنه، هم ارگان قدرت داره و در واقع قدرتش و تاثیرگذاریش خیلی بالاست و به هر حال در ایران این سیستم دومی پذیرفته شد. یعنی ساواک هم سازمان اطلاعاتی بود، هم سازمان عملیاتی بود، هم سازمان ترور بود. در زمینه مثلا در اینجا صحبت میشه، حالا در بخش خارجیش رو توضیح میده، داخلیش هم اون موارد متعدد داشتیم که مثلا چطور آقای بختیار رو موقعی که خودش رئیس ساواک بوده و به دلیل اختلافات درونی فرار کرده بوده، رفته بوده خارج و شده بوده اپوزیسیون رژیم، میرن آقای بختیار رو ترور میکنن، آقای تیمور بختیار رو. این رو خب این هم ساواک این وظایف رو به عهده میگیره، یعنی یک وظایف گسترده‌ای به عهده میگیره و علاوه بر این وظیفه به اصطلاح در زمینه انتصابات دخالت میکنه. بارها در این مصاحبه گفته میشه که چطور آقای ثابتی در زمینه اطلاعاتی که جمع کردن به شاه اطلاعاتی میدن که فلان کس مناسب نیست یا علیه اون پرونده درست میکنن و میدن و این پرونده درست کردن ها و نکاتی که در علیه این شخصیت یا اون شخصیت مطرح میشه تماما مربوط به کسانی بوده که خب سیستم رو قبول داشتن ولی در اینجا یا اونجا مثلا انتقاداتی از سیاست شاه هم میکردن که این افراد رو خب ساواک یکی از وظایف این بوده که به عنوان عواملی که مردد هستن یا عواملی که به اصطلاح میتونن خطر باشن مطرح بکنه و دفعشون بکنه. بنابراین کلا وظیفه ساواک متفاوته. البته خب این سازمان در سالهای دهه 60 در ایران هم وقتی وزارت اطلاعات مطرح تشکیل میشد همه این بحث ها مطرح شد. همین بحث که آیا سیستم موساد باشه و با همین عنوان که سیستم موساد باشه یا نه در درون ایران هم مطرح شد و بخشی از بازماندگان ساواک که در کمک میکردن در شکل‌گیری سازمان اطلاعات زندانی بودن اون زمان در این زمینه نقش فعال داشتن و همون سازمان با همون وظایف و در ابعاد گسترده‌تر، خشن‌تر و وحشی‌تری تجزیه سازمان یافت. یعنی ما در عمل سیستم ساواک هم در دوران رژیم پهلوی از دهه 40 به بعد و هم در دوره رژیم کنونی بر اساس
رعب به وجود آوردن، سرکوب، دستگیری و زندان انداختن و تاثیرگذاری در انتصابات درون حکومتی و در همه این عرصه ها فعالیت. ببینید در حکومت همینطور که گفتم در چندین مورد بحثایی مطرح شد که فضا بازتر بشه. اولیش خب در همون دهه 40 بود مطرح شد و آقای ثابتی اینجا میگن که خب ایشون خودشون مدافع این بودن که باید نمیشه همچین چیزی و میتونه خطر ایجاد کنه و در این زمینه گزارش دادن. در دوره آقای پاکروان حتی خود ساواک هم در جهت دفاع از این سیستم سمتگیری کردن. ولی به هر حال ساواک وظیفه‌ای که به عهده گرفت آقای ثابتی و کل ساواک وظیفه‌شون این بود که از همون چیزی که اجرا شد، از همون چیزی که دهه 40 تا 57 پیش رفت عمل بکنند و در طی سالها من شخص آقای ثابتی رو نمیدونم که مثلا در اینجا بیان نمی‌کنم که در سال 55 54 56 چه موضعی گرفتن، ولی در دوران دهه 50 که دیکتاتوری خیلی خشن‌تر شد، به خصوص بعد از سال 53 یعنی از اسفند 53 از سالهای 54 55 و تا اوایل 56 خشن‌ترین دوران حرکت ساواک است و در این دوران خب ما اون اطلاعاتی که اون زمان داشتیم تماما این بود که در درون رژیم کسانی که موافق نیستند با یک چنین روندی مثل بعضی از اطرافیان خانم فرح پهلوی، مثلا مثل آقای قطبی یا خانم امیر ارجمند و اینها تحت فشار ساواکند و ساواک داره به مرتب سعی میکنه قرائنی جمع بکنه که نشون بده اعمال فشار و حکومت مقتدر و متمرکزی که امکان هر نوع اعتراضی رو از ابتدا سد بکنه این میتونه ادامه حیات بده. خب روندی که با شکست کامل مواجه شد. ما در اون دوره مثلا من خودم یک بار شاهد بودم در زندان، وقتی زندانی بودم در بازجویی یکی از افرادی که تو کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان کار میکرد. اینجا الان آقای ثابتی کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان رو به عنوان یکی از ارگان‌هایی که فعالیت مثبت داشته ذکر میکنه، ولی اونجا من خودم شاهد بودم که یکی از افرادی که دستگیر کرده بودن و میگفت من این کارایی که کردم، کتابایی که دارم مال کارمه که تو کانون پرورش فکری میکنم. من اون گوشه اتاق نشسته بودم داشتم بازجویی مینوشتم. ساواک هر چه فحش به اصطلاح اون بازجوی ساواک که هوشنگ بود بازجوی ایشون بود، هرچی فحش لومپنی خواهر و مادر فلان اون فلان خانوم، بهمان خانوم که منظورش خانوم لیلا امیر ارجمند بود، به ایشون داد و میگفت اگر من ایشونو گیرش بیارم، اگر دست حمایتی از پشتشون ورداشته بشه، اونو ور میداریم میاریم اینجا میگیم همه این پاسبانا مثلا تک تک فلان کارو بکنن. یعنی یک چنین رابطه و چنین برخوردی رو با حتی مثلا کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان یا با تمام ارگان‌هایی که یه مقداری اون فضای رعب و وحشت و فضای دیکتاتوری مطلق رو می‌خواستن مثلا تعدیل بکنن داشتن و میتونم تصور بکنم که هم آقای ثابتی هم البته اینجا نگفتند، ولی کل ساواک همین سمتگیری رو در تمام دوران داشت، من جمله در سالهای 54 و 55 که اوج خشونت و اعمال فشار ساواک هست و عملا هم یکی از عواملی بود که تقویت کرده انقلاب بهمن رو و زمینه سازی کرد برای این انقلاب. ببینید این حرفا رو الان رژیم جمهوری اسلامی هم میزنه. همه رژیم های استبدادی همین رو میگن. رژیم عراق هم همین رو میگفت. یعنی مخالفین رو همه رو مثلا آدم های خشن، قاتل و غیره میدونست. ولی سیستمی که اساسش بر رعبه، سیستمی که اساسش بر سرکوبه مرز نداره. در مورد ساواک این مسئله به خوبی مشهود بود. مثلا سازمان‌های چریکی که ایشون بدون اینکه ذکر بکنن که چرا این سازمان‌ها شکل گرفتن، این سازمان‌های چریکی که اون زمان وجود داشتن همینطور که خودشون میگن حدود 370 نفر کشته شدن و 280 نفر مثلا از سازمان چریک‌های فدایی خلق. خب اینا هیچ کدوم زندان نیومدن. تعداد افرادی که مسلح بودن یا چریک بودن یا در سازمان‌های چریکی مستقیما فعالیت می‌کردن 10% زندانی‌ها هم نبودن. تو زندان خیلی ها بودن که این سازمان ها رو تایید میکردن.
اکثریت زندانیان در زندان دوران شاه کسانی بودند که مثلا معتقد بودند فدایی‌ها یا مجاهدین سازمان‌های خوبی هستند، ولی فعالیتی در رابطه با این سازمان‌ها نکرده بودند، ارتباطی نداشتند. یک گروه 3 نفره 5 نفره بودن، مثلا با همدیگه کتاب خونده بودن، حد اکثر یک اعلامیه‌ای مثلا راجع به فلان موضوع مثلا گرانی یه جا پخش کرده بودن، یا راجع خارج از محدوده یا حرکت مثلا فلان کارخونه‌ای که اعتصاب کرده بوده یه اعلامیه نوشته بودن تو کارخونه پخش کرده بودن علیه مثلا سرمایه‌دار اون کارخونه. از این جور مسائل بوده و در این مجموعه ما مجموعه زندانیایی که بودیم اکثرا این مطالب و این مرز که مطرح میشه، این صحبت که ساواک مبارزش صرفاً در این جهت بوده کاملا یک موضوع کذبیه که در تلاش میشه در این دوره بیان بشه و میگم عین همین صحبت رو آقای مسئولین جمهوری اسلامی امروز میکنند. در اون دوره شما در نظر بگیرید تا حدی این اعمال فشار و زورگویی پیش میره که اگر همه خب شاید دیده باشن مصاحبه‌ای که آقای بهروز وثوقی داره و توضیح میده که چطور وقتی رفت فیلمی رو که از توسط وزارت فرهنگ همون زمان مجوز گرفته بود، یعنی فیلم گوزنا که آقای کیمیایی درست کردن و ایشون آقای بهروز وثوقی در اونجا بازی میکنن و توش یه صحنه‌ای هست که مثلا میشه اون رو گفته ایشون چریک هستن، یه صحنه یه آدمیه که خب یه مقداری در یه گوشه قایم شده و خیلی آدم خوبیه. این صحنه ایشون میاد آقای بهروز وثوقی رو میبرن تو ساواک، تهدیدش میکنن و بهش میگن اگر تو بخوای فیلمی رو بازی بکنی که اون فیلم مورد تایید ساواک نباشه، اینجوری نیست که ما بیایم اینجا باهاش صحبت بکنیم. دفعه دیگه خیابونای شهر شلوغه، میدونی یه کامیون راحت میاد میزنه به ماشینت و اونجا لغو لوردت میکنه، دستگیرت هم نمیکنیم. و ایشون میگه من تا مدت‌ها اصلا میترسیدم. تو مصاحبهش به خوبی توضیح میده، کسی که اصلا مخالف رژیمم نبوده. فرض کنیم آقای داریوش اقبالی خواننده که خب میشناسن همه، ایشون رو اون زمان دستگیر کردن به خاطر خواندن یک آهنگی که گل گندم بود و توی بوی گندم بود و تو این آهنگ میگه بوی گندم مال من، هرچی میکارم مال تو. از زبان یک دهقانی حرف میزنه بر علیه به اصطلاح فشارهایی که ارباب بهش میاره. حالا در کشوری که مدعی ارباب رعیتی رفع شده، خب علیه ارباب صحبت کردن باید هیچ مشکلی نداشته باشه. این آهنگ رو دستگیر میشه ایشون و تمام تعدادی از به اصطلاح موزیسینایی که باشون کار میکردن. ما همه تو زندان اوین دیدیم، خیلی از دوستان، من خودم نبودم اون موقع، من زندان قصر بودم، کسانی که اونجا دیدن ایشون رو و ایشون رو دستگیر کرده بودن چون این آهنگ رو خونده. و آقای ثابتی هم در این مصاحبهشون میگن بله آقای مثلا داریوش اقبالی آهنگ بوی گندم رو خونده بود. خب اینا رو مثلا به عنوان مبارزه با تروریسم میشه مطرح کرد. یا از اون طرف مثلا آقای پرویز قلیچخانی که کاپیتان تیم فوتبال ایران بود، یکی از بهترین بازیکنان ایران بود در دهه 70 و چندین سال کاپیتان تیم ملی بود. ایشون به دلیل اینکه در دانشگاه وقتی بودن در دانشجو تربیت معلم، اونجا همراه دانشجویان که بودن با چند تا از دوستانشون که اونام فوتبالیست بودن مثل آقای لواسانی و دیگران، رفته بودن تظاهرات شرکت کرده بودن. و مهمتر از این که رفتن شرفیاب شدن به حضور شاه وقتی تیم فوتبال ایران نمیدونم بازی‌های آسیایی رو برنده شده بود، یا که بازی رو اون زمان الان یا خاطرم نیست که کدوم مسابقه قهرمان شده بود تیم فوتبال، رفته بود حضور شاه. ایشون دست شاه رو باچ نکرده بود. بعد جرمش این بود که چرا در تلویزیون که نشون میدادن شما دست شاه رو نبوسیدی، دست دادی و سرتو خم کردی. و به این وسیله ایشون رو تحت فشار قرار دادن و وادارش کرده بودن که بیا تلویزیون علیه این صحبت بکن و بگو آره من اشتباهاتی کردم و اینو رفع کردم، با فشاری که بهشون آوردم. یعنی ایشون یه فوتبالیست به خاطر اینکه دست شاه رو نبوسیدن رفتن زندان، رفتن شکنجه شدن و مشروع تمام این صحبت‌ها رو در خاطراتشون ایشون نوشتن. یعنی وقتی مرز نداره، خود من مثلا من نماینده دانشجوها بودم، هیچ کاری اون زمانی که سال 50 من دستگیر شدم نکردم، هیچ کار غیر قانونی نکرده بودم. رفته بودم با مسئولین رژیم مذاکره کرده بودم، تو تظاهرات‌های دانشجویی شرکت کرده بودم که اون زمان در صحن دانشگاه بود و هیچ غیر قانونی نبود. بنده رو دستگیر کردن، یه سال هم شکنجه کردن، هم یک سال 7-9 ماه انفرادی نگه داشتن. بعد از یک سال منو آزاد کردن، هیچ چیز اصلا محاکمه من نشدم چون که کاری نکرده بودم. یعنی من خودم به خاطر فقط نماینده دانشجوها بودن یک سال تو زندان بودم، چون دانشجوها تظاهرات کرده بودن من نمایندهشون بودم. حالا تظاهرات دانشجویی هم مثلا مطابق قانون اساسی ایران جرم نبوده. و شما وقتی که مرز رو، من در این نمونه ها میتونم صدها نمونه از این مورد ذکر بکنم که چه سیاست‌های رژیم پهلوی در اون زمان به کار گرفت. همین آقای سیروس نهاوندی که خودش و آقای ثابتی میگن، بقیه مسئله رو نمیگن، میگن یه فردی به نام سیروس نهاوندی از خارج اومده بود، یه گروه تشکیل داده بود، ما دستگیرش کردیم، ایشون پذیرفت که بیاد با رژیم کار کنه. بقیه‌اش رو نمیگن که ایشون رفت بیرون،
چند نفر رو با یک گروهی درست کردن، یک گروهی درست کرد، رفت تماس گرفت با یه سری از آدمایی که از خارج اومده بودن کنفدراسیون فعالیت میکردن و اونا چون فکر میکردن که این از زندان موفق شده بگریزه، ساواک یک صحنه سازی کرد که این از بیمارستان زندان گریخته و اونجا تیرم خورده. بعد همه باور کردن که این از زندان گریخته. بعد رفت یک گروه درست کرد، میرفت تماس میگرفت با افراد دیگه، با گروه‌های دیگه، اونا رو اغوا میکردن که شما بیان یک کارای خلاف بکنید مثلا، و بعد از اینکه اون میومدن مثلا یک کاری میخواستن بکنن در سر بزنگاه اونا رو میگرفتن و به همین ترتیب چندین گروه رو موجب دستگیریشون شدن. اون افرادی هم که با ایشون بودن هیچ کدوم نمیدونستن، همشون فکر میکردن دارن کار انقلابی میکنن، در حالی که داشتن برای ساواک کار میکردن. متوجه میشن که ایشون پلیس یکیشون و به بقیه میگه آقا جان ما تو زندان متوجه شدیم، حالا من نمیدونم که از طریق اون گروه بود به ما رسید، از طریق داخل خود گروه بود رسید، یا از طریق البته خب زندانیانی که دستگیر شده بودن در گروه‌های دیگه فهمیدن که گروهی که مال آقای نهاوندی پلیسیه و اونه که لو میده اینا رو. در گروهشون یه نفر فهمیده بوده، به بقیه گفته بوده که باید یه جلسه‌ای بذاریم صحبت کنیم که ایشون رو مثلا چجوری طردش بکنیم و اخراجش بکنیم و وقت بالاخره ایشون پلیس و اینا. ایشون یه نفر از اون افراد به آقای سیروس نهاوندی اطلاع میده، میان 6 نفر رو که این افراد اون گروه بودن در خونه همونجا میبنده، ساواک به مسلسل میکشه. بعد تو روزنامه هم چاپ کرده، عکسشون هست، روزنامه هست، یه سری اسلحه زدن که اینها یه گروه مسلح رو ما کشتیم، در حالی که این 6 نفر یا 8 نفر هستن، همشون دانشجویان تحصیل کرده خارج از کشور بودن و اصلا اهل مبارزه مسلحانه نبودن و اصلا در واقع داشتن برای ساواک کار میکردن در اون 2 سال. ما یک چنین رفتاری داریم و تمام سازمان‌های امنیتی، اون سیستم استبدادی وقتی که سیستمش بر مبنای سرکوبه به یک جا محدود نمیمونه، حتی اگر قصدش هم باشه که ما مثلا فقط میخوایم در اون زمینه عمل بکنیم، در عمل به یک جا محدود نمیمونه. همین وضعی که الان در رژیم اسلامی هم میبینیم، از اون ور ادعا میکنه که ما با نیروهای وابسته به خارج کار میکنیم، هر کسی که اعتراض میکنه میگه این وابسته به خارجه، هر کسی که اعتراض میکنه میگه وابسته به تروریسته، هر کسی که میگه من حقوق مثلا کردا باید برابر باشه با فارسا میگن این تجزیه طلبه. یعنی این یک سیستم عمومی است که هم اون زمان هم امروز از نظر مضمون عین هم بود. البته خب امروز با خشونت خیلی بیشتر و در ابعاد وسیع‌تری به کار گرفته میشه، ولی اونم همون سیستم رو دارن به کار میگیرن. بنابراین این صحبتی که مطرح میشه یک صحبت کاملا غیر واقعی است. شواهد زیادی من جمله همین افرادی که گفتم، من آدمای مطرح نکردم که مخالف رژیم سلطنتی هستن، آدمایی مثل بهروز وثوقی یا مثلا آقای داریوش اقبالی رو مطرح کردم، یا آقای پرویز قلیچخانی رو صحبت کردم که کاپیتان تیم فوتبال بوده، همه رو شناختم. راجع به اون کسی که هوادار رژیم بوده، راجع به من مثلا از سال 52 تا بعد که چه جور من شکنجه دادن صحبت نمی‌کنم، چون اون زمان خب من دور دومی که من دستگیر شدم هوادار سازمان بودم، ولی دور اول اصلا این بحثا نبود، سازمانی وجود نداره، تازه درست شده بود، کسی ارتباط باش نداشت. سال 50 که من اولین بار دستگیر شدم به عنوان نماینده دانشجویان. بنابراین این صحبت کلا یک صحبت غیر واقعی است و من از این زمینه که همینطور که گفتم خوشحالم که آقای ثابتی میان یک روایت دیگر رو بیان میکنن و امکان بحث راجع به مسائل تاریخی فراهم میشه و الزامی هم نیست همه روایت‌ها یکسان باشه، ولی اونجایی که روایت قلب میکنه، مثل مواردی که مطرح کردم، مثل همین سوالی که شما طرح کردید، این طبیعتاً با یک برخورد تاریخی منافات داره و یک تصمیم گیری سیاسی است در شرایط کنونی و توجیه کردن یک چنین سیستم حکومتی و یک چنین سیستم سازمان امنیتی است. ببینید ساواک چند تا کار میکرد. اولین کار ساواک این بود که سرکوب بکنه و این سرکوب رو همینطور که مطرح کردم تمام نیروهای روشنفکر، تمام نیروهای معترض همه رو در بر میگرفت و یک رعبی به وجود بیاره و امکان مطرح شدن و امکان به اصطلاح ایده های دیگه‌ای رو طرح شدن رو در جامعه نده، امکان هر نوع انتقادی از بین بره. اون زمان کسانی که همسن و سال من هستن میدونن که کسی مثلا فرق داشت با امروز ایران. اون زمان کسی جرئت نمی‌کرد مثلا در یک اتوبوس فرض کنیم یک انتقادی رو بلند مطرح کنه. اگر کسی مثلا در اتوبوس میگفت شاه مثلا فلان جا اشتباه کرده،
ترس این بود که همونجا دستگیرش کنن، ببرن چندین سال به زندان بدن و دستگیر بشه. و یک چنین رعبی رو به وجود آورده بودن در جامعه که افراد هر جایی میخوان حرف بزنن، تو محیط مثلا مهمونی هم میخوان حرف بزنن، اولش میگفتن دیوار گوش داره، گوش موش داره و همه جا میترسیدن. خود آقای ثابتی هم در سال 48 که مصاحبهش رو پخش کردن یه مقداری در همین مصاحبه، میگه که وقتی مأمور ازش میپرسه که شما چند هزار تا مثلا مأمور دارید، میگه خب این تعداد نداریم، ولی تو طوری جلوه میده که ما خیلی داریم و هر خبری هر جا باشه بهمون میرسه. در همه محیط‌ها ما آدمایی داریم که به ما اطلاعات میدن. و خود ساواک هم سعی میکرد این فضا رو به وجود بیاره که اونها در همه جا نفوذ دارن و هر نوع انتقادی در هر جا گفته بشه به گوششون میرسه و اون آدم به عنوان یک خاطی و مورد مجازات قرار میگیره. اولین عاملش این بود. این نتیجه این عامل این شد که نیروهایی که بعد از اصلاحات سالهای 40 آزاد شده بودن، دانشگاه‌ها گسترش پیدا کرده بود، دانشجوها تعدادشون زیاد شده بود، نیروهای تحصیل کرده افزایش پیدا کرده بودند، قشر متوسط گسترش پیدا کرده بود، وضع زندگی قشر متوسط بهتر شده بود. اینها همه طبیعتاً نیرویی بودند که میتونستن پایه‌های رژیم باشن برای حفظ رژیم. یعنی یک رژیم یک نیروی اجتماعی لازم داره. طبقات اقشار خیلی فرودست جامعه اون زمان این وضع رو نداشتن، به خصوص اقشار حاشیه شهری. در دهه 50 سطح زندگی بالا رفت، ولی سطح زندگی اقشار متوسط خیلی بالا رفت. بخشی از اقشار حاشیه شهری، اقشار خیلی تحت ستم، به دلیل گرونی که این سطح زندگی بالا رفت حتی وضع زندگیشون بدتر شد. این اقشاری که من مطرح کردم میتونستن پایه رژیم باشن. یعنی رژیم باید یک پایه میساخت برای خودش، ولی این سرکوبی که به کار برد، این اقشار میخواستن بیان در حیات جامعه سهیم بشن، میخواستن حرف بتونن بزنن، میخواستن بتونن مطابق استعداد و توانایی که دارن بتونن کار بکنن، بتونن مسئولیت بگیرن. ولی در رژیمی که اساس این بود که تو باید فرمانبردار مطلق باشی و حرفی رو که سیستم میزنه کاملا قبول داشته باشی تا بعد بتونی کار بکنی، خب آدمای تحصیل کرده هر کدوم یه ایده هایی دارن برای خودشون، نمیتونن اینو بپذیرن. اینا در احساس این رو کردن که در حیات جامعه شرکت ندارن و عملا اون نیروهایی که حتی ذی‌نفع شده بودن در رشد رژیم شدن ضد رژیم. عملکرد سیستم دیکتاتوری که این کل سیستم، یعنی فقط ساواک نیست ولی ساواک مجریش بود، یکی از عواملی بود که رژیم وقتی با بحران مواجه شد هیچ پایه اجتماعی نداشت برای دفاع از خودش. نمیتونست وقتی اون طرف مقابل تظاهرات چند صد هزار نفری در ایران و در سطح ایران تظاهرات میلیونی برپا میکرد در مجموع تظاهرات ها، این طرف نمیتونست 20,000 تا آدم بیاره توی میدون برای دفاع از خودش، در حالی که خب نیروهایی بودن که میتونستن یک چنین نقشی داشته باشن. اولین مسئله این نقشی که سرکوبی که ایفا شد یک چنین نتیجه‌ای رو در رابطه با مسئله به اصطلاح شکل‌گیری انقلاب بهمن و تبدیل شدن یک بحران سیاسی به یک انقلاب داد، یعنی نبودن پایه اجتماعی برای دفاع. دومین موضوع این بود که در یک جامعه دموکراتیک یک نهادهایی وجود دارن، نهادهای وطنی وجود دارن که واسطه بین حکومت و مردمن. سندیکا وجود داره، جامعه نهادهای مدنی وجود دارن، تشکل‌های توده‌ای وجود دارن، تشکل‌های محیط زیست وجود دارن. اینها مستقلن، اینها کار خودشون رو میکنن، در رابطه با یک مسئله موضوعی کار میکنن. منتقد ممکنه دولت باشن، همسو ممکنه با دولت باشن، ولی دارن کار خودشون میکنن و مردم به دلیل اون موضوع معین اگر به اون موضوع علاقه داشته باشن با اون تشکل در رابطه خودشون رو میبینن. مثلا خودشون رو، منافعشون رو در تقویت سندیکا میبینن یا در تشکل‌های دیگه مثلا کانون نویسندگان میبینن یا غیره. تمام این نهادها در اون دوره تحت فشار قرار گرفت، به خصوص در سالهای دهه 50 و به خصوص در دوران حزب رستاخیز. آقای ثابتی در اینجا مطرح میکنند که در جریان این بحث، در جریان سال حزب رستاخیز رفتن با آقای آموزگار صحبت کردن و به ایشون گفتن که شما بیاین در حزب یک جلساتی بذارید، مردم بیان انتقاداتشون رو مطرح کنن. رژیم حتی این رو هم شاه نپذیرفته و گفته نه، حزب این کارو نکنه. حالا از این نظر که میترسید حزب مثلا قدرت بگیره، گفته اینو بازرسی شاهنشاهی بکنه. و بعد خودشون مسخره میکنن جلساتی که برگزار شد. معلومه وقتی یک رژیمی که مردم بهش اعتماد ندارن، از خودشون نمیدونن، دور ازشون، کار خوبم ممکنه بر نظر اونها بکنه ولی دوره، یک رژیم دور از اونهاست، بهش میگه بیاین شما انتقاد کنید تا ما مسئولین رو عوض بکنیم، یک حرکت مسخره‌ای میشه. یه سری آدمایی که با همدیگه بدن و با همدیگه دشمنی دارن میان مطرح میکنن. این کار رو باید
ارگان‌هایی انجام بدن که بتونن با مردم اعتماد بگیرن. اون نهادهایی که واسط هستن باید نشریاتی باشن که انتقاد بنویسن، آزاد باشن در انتقاد نویسی. وقتی همه اینها قلم‌ها بسته است، زبون‌ها بسته است، ارگان‌ها بسته است، شرکت مردم و مشارکتشون در تاثیرگذاری حذف میشه. ما اینا رو امروز، حالا بعضیا که سنشون اون موقع نبوده نمیدونن، ولی امروز در ایران چون وجود داره میدونن این مسائل یعنی چی. اون زمان هم همین مسائل عیناً وجود داشت. سومین عامل که اونم نقش کمی نداشت این بود که ساواک نقش داشت در انتصابات، و انتصابات اون موقع بر مبنای فرمانبرداری مطلق از شاهه. یعنی کسانی که باید شاه رو بپذیرن، شاه حرفی میزنه تمامه، باید برن اون شاه اون رو اجرا بکنن. و کسانی که سیاستمدار باشن، شخصیت سیاسی باشن، نمیتونن فرمانبردار باشن. یعنی شخصیت سیاسی کسیه که منتقد حرف داره برای خودش، شخصیت فردی داره و میتونه رهبر باشه، خودش میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه تصمیم گیر باشه. نتیجه این عمل این شد که تمام رژیم، داخل رژیم، تصمیم گیرها از چنین شخصیت‌هایی تهی شد. افرادی که یک چنین خصوصیتی داشتن کنار گذاشته شدن و کاملا آدمایی اومدن بالا که در تصمیم گیری‌ها چند و چون نمی‌کردن. تکنوکرات‌های خوبی بودن، آقای آموزگار مدیر خوبی بود، آقای نهاوندی مدیر خوبی بود، آقای توکلی مدیر خوبی بود. اینا تکنوکرات‌ها و مدیرهای خوبی بودن، ولی در زندگیشون بهشون این امکان داده نشده بود که خودشون تصمیم گیر باشن، درگیر بشن و یاد بگیرن که شخصیت سیاسی باید در شرایط بحران چیکار بکنه. نتیجه این شد که وقتی شاه مریض هست و بحران میشه، یک شخصیت در رژیم وجود نداره که بتونه تصمیم گیر باشه و تاثیرگذار باشه. متن بحث‌های درونی مسئولین رژیم که اون موقع میاد در سطح یک بحث یک اعضای معمولی یک حزب سیاسی است. یعنی حتی در سطح یک حزب معمولی سیاسی رهبرانش اینجوری با هم صحبت نمی‌کنن و اینقدر بی اطلاع و بدون متزلزل نیستن در حرف زدن و تصمیم گیری. بنابراین در هر سه وجه اون چیزی که در اون دوران صورت گرفت میشه عوامل دیگه هم به این اضافه کرد. نقش تعیین کننده داشت اون نوع استبداد در این اتفاقی که در ایران افتاد و اینی که یک بحران تبدیل به یک انقلاب شد. اینم خلاصه از اون صحبتایی که در این صحبت‌های ثابتی قلب واقعیت شده. آقای ثابتی یه تعدادی روحانیان رو ذکر میکنن که زندان بودن، مثل آقای رفسنجانی، آقای ربانی، آقای منتظری، آقای طالقانی و غیره. تمام اینها در رابطه با مجاهدین اومده بودن زندان. یعنی یه ارتباطی اون زمان با مجاهدین داشتن، یه فعالیتی در رابطه با مجاهدین کرده بودن، دستگیر شده بودن. کسانی که با مجاهدین کاری نداشتن و تقویت روحانیت وظیفه‌شون بود، مسجد داشتن، روزه می‌خوندن و در اونجا اکثرشون هم علیه شاه زیاد حرف نمی‌زدن. البته اینم هست. اونا رو نه تنها بهشون اجازه میدادن کار میکردن و در همون حدی که انتقادی هم بکنن ایرادی بهشون نمیگرفتن، بلکه بهشون کمک میکردن. یعنی بهشون میرفتن میومدن باشون دونه دونه مذاکره میکردن و میگفتن شما با کمونیستا مبارزه بکنید، علیه کمونیستا حرف بزنید، علیه مجاهدین حرف بزنید، ما به شما پول میدیم. پول میدادن. آقای پرویز صیاد که خودش طرفدار رژیم هست در اوایل بعد از انقلاب یه فیلم سینمایی ساخته در این رابطه که چطور یک مأموری از داخل اومده که یک ساواکی رو بکشه و در جریان با ساواکی نزدیک میشه و میپرسه که چیه و ساواکی براش توضیح میده که علت این که میخوان منو بکشن اینه که من در ارتباط با روحانیت بودم و پول میدادم به روحانیون و اون روحانیونی که الان من پول میدادم الان در رأس حکومتن و اونا رو من یه نفر حساسن. حالا اون داستان خب فانتزیه ولی موضوعش واقعی بود. یعنی اینکه نه تنها در اون دوران مطابق یک تحلیلی که البته مربوط به ساواک هم نیست، مربوط به کل رژیمه، مربوط به کل دنیای دو قطبی اون زمان و آمریکا و غیرم هست که خطر عمده کمونیسم و چپه، اونها حساسیت بالا رو چپ داشتن و ساواک چپ رو که میگفتی همه نیروهای ضد رژیم مثلا سکولار مثل حتی جبهه ملی و اینا رو هم شامل میکرد و اینها رو همه رو به شدت و حساسیت داشتن، سرکوب میکردن و چپ ها رو به خشنی سعی میکردن سرکوب بکنن و روحانیت رو فکر میکردن در مبارزه با چپ میتونه بهشون همراهی بکنه. بنابراین در تمام سالهای دهه 40 و 50 نیروهای اپوزیسیون غیر مذهبی سرکوب شدن و روحانیت بهش هم ارگان‌هاشو داشت، هم مساجدشو داشت. تعداد مساجد چندین برابر شد در ایران، کمک می‌کرد. تو خب اونا رو خیلی‌هاشو پولش رو همون
تجار و غیره میدادن، ولی ساواک کمک میکرد حکومت که این اتفاق بیفته و روحانیونی که ارتباط داشتن با سیستم روحانیت مورد تایید بودن، مورد احترام بودن، بهشون کمک مالی میشد و خب این در نتیجهش این شد که زمانی که رژیم با فرو پاشید، یعنی با سیستم نداشت، تنها نیرویی که تشکل داشت، قدرت داشت و ارتباط گرفته بود در تمام این سالها با توده ها روحانیت بود و دیگران سازمان‌هاشون متزلزل بودن، شکسته شده بودن. خود آقای ثابتی در اینجا میگه که سال 55 ما همه جریانات رو سرکوب کرده بودیم، هیچ نیروی مخالفی در ایران وجود نداشت. ولی بعد نمیگه که چرا اون زمانی که دیگه همه رو زده بودید، به قول خودشون همه تروریست‌ها رو زده بودن، همه نیروهای به اصطلاح وابسته به خارج، همه نیروهای تجزیه طلب همه رو زده بودن، این انتصاباتی که میدن، چرا اون زمان دوباره شرایط رو بدتر کردید و سرکوب شدیدتر کردید؟ ولی اون زمان خودشون این رو میگن و نتیجه این شد که سال 57 وقتی حرکت شد، روحانیت تنها نیرو بود و تونستش برتری کامل داشته باشه و نیروی رقیبی نداشت در جامعه که بتونه یک تعادل نیرو در جامعه شکل بده. ببینید این صحبت‌هایی که مطرح میشه، عین صحبت‌هایی که مطرح میشه در دفاع از ساواک، عین صحبت‌هایی که مسئولین رژیم در دفاع از سیاستاشون انجام میدن. یعنی اینکه ما یه عده مخالف داریم، ما لازم امنیت کشور حفظ بکنیم، مخالفین ما وابسته به خارجن، مخالفین ما تروریستن، ما تحت فشار آمریکا هستیم، تحت فشار کشورهای خارجی هستیم، باید محکم باشیم، نباید اجازه بدیم تزلزل به وجود بیاد و بعدم اینکه ما نمیکشیم همه رو، نمیکنیم این کارا رو، ما تروریست‌ها رو میکشیم، در قتل‌های زنجیره‌ای ما فقط تروریست‌ها رو کشتیم و اینکه مثلا بیش از چندین هزار نفر کشته شدن و بخش عمده اونا آدمایی بودن که اصلا کاری به اسلحه نداشتن و مخالف هر جور مبارزه مسلحانه بودن منتفی میشه، مثل همین مدافعین ساواک که این بخشا رو منتفی میکنن و عین همون استدلالا داره مطرح میشه. یعنی مطرح شدن این مسائل بیشترین خوراک تبلیغاتی داده میشه برای سیستم سرکوب و حتی بالاتر از اون این بحث که اگر حرفای ساواک کامل گوش داده میشد، سال 57 هم شل نمیدادیم و سرکوب میکردیم و مشت آهنین به کار میبردیم، این مشکلات اتفاق نمیافتاد. یعنی جمهوری اسلامی کار خوبی داری میکنی شما که جنبش زن زندگی آزادی رو سرکوب میکنی، چون اگر سرکوب نکنی و این جنبش ها رشد بکنن، جامعه دچار ناامنی میشه و اتفاقاتی به ضرر شما میفته. متاسفانه تبلیغاتی که این نیروها میکنن، هرچند خودشون مخالف رژیم هستند، ولی در عمل به صورت یک ارگان تبلیغاتی برای توجیه اقدامات کنونی رژیم و در جهت تقویت رژیم و حتی بدتر از اون در جهت تقویت افراطی ترین و به اصطلاح خشن ترین نیروهای درون رژیم جمهوری اسلامی عمل